خب اومدیم به فرودگاه دومو، یکی از فرودگاه شهر مسکو که از اینجا انشالله پرواز بکنیم برای شهر مورمانسک و بریم برای دیدن قطب شمال. خیلی مجهزیه، مشخصه از سازه‌ای که داره و ببینیم چه خبر داره. خب ما داریم بلیت پرواز رو به سمت مورمانسک میگیریم که ساعت 10:30 امشب میریم برای مورمانسک انشالله. بچه چطوری؟ خیلی خوبیم. کجا داریم میریم؟ یه هیجان خاصی داریم میریم آورا. نه چی؟ داریم میریم؟ خب У вас, что курение на борту воздушного судна категорически запрещено, включая курение электронных сигарет. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you on board of S7 Airlines, One World Alliance member. Please stay. خب وارد مورمانسک شدیم. الان در مدار تقریبا 67-65 کیلومتر هستیم. این هواپیمایی که ما رو آورد به مورمانسک. ما در فرودگاه مسکو هستیم. انگار نه انگار که اینجا زندگی وجود داره و همه چیز داخل برفه. جمعیت هم که از هواپیما پیاده شدن و همراه این اتوبوس آمدن و رسیدیم به این فرودگاه. آنتون منتظر ماست و ما باید الان با آنتون بریم هتل. سلام علیکم. هلو. وحید میثم احمد. خب صبح اولین روز بالای مدار قطبیتون مبارک و به خیر باشه. ماشینی که ما اینجا رنت کردیم به همراه آنتون لیدر ما و اینجا هم که هاستل ما. در این هاستل بیشتر با تو صحبت میکنم. برای هاستل زیبا با مزه‌ای بود. بریم برای بانک و بعد بریم برای روستای سامی ها. خب اینجا یه بانکه که ما اومدیم پولامون رو چنج کردیم. خیلی جالبه که استیشن های بانک به این شکله و اینجوری خدمات دهی میکنن به مشتریانشون. ببینیدشون اینجا نوبت دهید. خب سلامتون بخیر. داریم میریم اولین جای دیدنی شهر مورمانسک رو ببینیم. مجسمه 35 متری آلیوشا که نام سرباز گمنامی هست در واقع، یا یک نماده از آلیوشاهایی که در جنگ جهانی دوم رشادت‌های زیادی رو انجام دادن. در بام شهر مسکو هست. اینجا ما میتونیم کل شهر مسکو، پایتخت در واقع مدار شمالی شمالگان داشته باشیم. But there is fabric which repair the boats. So if the boat ship is broken, here we can fix and repair and go on the sea. Many people work there. نبرد خارکوف بچه‌ها آلیوشا قربانی میشه، کشته میشه. به خاطر همین یک نماد هست. ما اگر آفتاب رو نگاه بکنیم
نهایت در واقع بالا آمدن آفتاب همینقدر هست و همینقدر هم گرما میده، هیچ گرمایی نمیده، فقط یه نوری داده و تا 2 ساعت دیگه دوباره این غروب میکنه و مثل روزای گذشته 4-5 روز گذشته که ما آفتاب رو ندیدیم، ولی اینجا حداقل داریم آسمون رو میبینیم. خب برسیم به یکی از جاذبه‌های خیلی باحال شهر مورمنسک، کشتی هسته‌ای لنین، در واقع اولین کشتی هسته‌ای دنیا هست. حتی خیلی موثق نیست ولی خب بالاخره جزو اولین هست. بریم ببینیم که به چه ترتیبه. اینجا باز همون فضای کریسمس و زمستونی رو داره. آقا سعیده همینجا درست کشیده. صفی هم اینجا هست برای دیدن کشتی لنین. بریم ببینیم چه شکلیه. امیدوارم بتونیم واردش بشیم. یخشکن هسته‌ای لنینه. آنتون توی صف وایساد که نوبت ما برسه، ما بریم یه نوشیدنی داغ بخوریم تا برگردیم بریم وارد کشتی بشیم. خب اینجا فروشگاهی هست در کنار کشتی لنین، شما میتونید صدف و یا توتیای دریایی بخوریم. حتما اینا رو ما تست میکنیم. میسم صدفگیریت خوبه ها؟ آدم باید صدفگیریش خوب باشه. خیلی صدفگیریت خوبه، اصلا فکر نمی‌کردم با اینکه بار اولته ولی خوب داری میگیری. نه چش کردی. اینا چیه میسم داری میگیری؟ توتیا. ما دارم میخوایم بخوریم. زنده است اون داری بازو بسته میشه. یه دونم توتیای داری بگیرم. دیدیم بازو بسته شد؟ بیا قسمت هایی که خیلی قابل خوردنی جدا میشه و این قسمت که قابل خوردنه مهیا میشه برای نوشیدنی. چه صدفی رو انتخاب کردیم، سفیده صدفایی که میسم از این شکار کرده و اجازه را آماده میکنه که استفاده کنیم که صدفایش قابل خوردنش شده میشه و بقیه رو میتونیم وای بچه این زنده هستم. Просто это проснешься, а тебе не туда посмотреть. Они все отдохнул голову. Они не могут быть более живые. Okay, it is your first experience? Yes. So this one can have 3 different tastes.
of sea, for example. Yes, and we don't know which one you're going to have. Each of you can taste this one and get different taste because it depends on what the sea urchin ate in the sea, and moreover it depends on the person. Yes. And so how to eat it? Using spoon. You need lemon and first of all you're using spoon. After you put it in your mouth, as slowly as possible you try to open all variation of it. Secondly, you hold your spoon, some this one on your spoon, and add two juice, a little bit, yes. And after it, you get the salty taste, and secondly, using the sauce, so it's going to be more sweetened. No, thank you. In the first time. تقریبا شبیه مزه میوه است بچه‌ها. چیزی که من حس کردم صدف خام و یه تستی از میگو توش. Yes, okay. از خودش. این چیه؟ خب کشتی لنین، کشتی هسته‌ای لنین اتمی در صف هستیم. آنتون رو می‌بینیم که برامون جا گرفته بود. ما رفتیم صدف و توتیا خوردیم، ایشون هم خورد. خوشمزه بود، جالب بود. مزه خاصی نداشت ولی خب برای تجربهش بد نیست. آنتون می‌بینید داره تلاش میکنه برای استرنگمن تا ما بریم وارد کشتی بشیم. خب کشتی لنین بلیطاش رو می‌بینید که برای گردشگر 600 روبل هولوش 500,000 تومان هست بر دیدن کشتی زیبا و دیدن. آفتاب رو می‌بینید نهایت صعودش در آسمان همین قدر هست بچه‌ها. کشتی‌هایی که پهلو گرفتن که برید داخلش. این هستم. بالاخره تونستیم وارد کشتی لنین بشیم. ببینید چه خبره. تقریبا یه 2 ساعتی هست ما در این صف منتظر ورود به کشتی بودیم. داریم وارد میشیم. اول باید بلیط بخریم بعد وارد میشیم. خب داخلی کشتی هستیم. آقای یوری گاگارین و فیدل کاسترو رو می‌بینید که از این کشتی دیدن کردن و حالا افراد مشهور دیگه. یک دستگاه پیانو اینجا هست و سالونی که در اینجا حالا سالونی بوده که اجتماعات درش انجام می‌شده. یک صفحه چوبی که کشتی لنین داخلش حکاکی شده و خلیجی که داخلش قرار داریم و کشتی‌های بادبانی که اون زمان استفاده می‌شد و این هم قبیله سامی ها که بعد از اینجا میریم انشالله به این قسمت شد. تصویر رو در اینجا می‌بینیم که اولین کاپیتان کشتی لنین اینجا به همراه رئیس نیروی دریایی دولت روسیه در زمان کمونیستی اینجا شروع کردن و این خدمه این کشتی برای اولین بار هستن و اینجا با جشن‌های مختلفی که برگزار می‌شده.
У вас есть перевод на английском там или на каком-нибудь другом языке? Это покупается отдельно на кассе. Окей, хорошо. Так, добро пожаловать на Бобчен атомную легкую суду. مال المپیکی که اینجا بوده. بریم برای طبقات بعدی. این کشتی در عرض 4 روز میره و به قطب شمال میرسه، به اون نقطه قطب شمال میرسه در عرض 4 روز. این کشتی اتمی. این نکته‌ای که گفت نستش که این سالن غذاخوری بین کاپیتان و بقیه سربازای معمولی هیچ تفاوتی قائل نمی‌شدن برای خوردن غذا، یعنی همون غذایی که کاپیتان می‌خورده سربازهای معمولی هم می‌خوردن. این مورد قطب شمال رو می‌بینید به این بخش بعدی. خب رسیدیم به اتاقی که در واقع کشتی از اونجا کنترل میشه. کشتی رو می‌دیدن. Часто сами пошли в ходовую рубку, отсюда управляли движением судна, осуществляли навигацию. Если что, у штурвала можно встать, сфотографироваться. Держаться можно, крутить, пожалуйста, не надо. С помощью этих рубильников управляли основными двигателями судна. نکته‌ای که داشته این هستش که خیلی مواقع خب اینجا ابری بوده و نمیتونستن جلو ببینن. مجهز به سیستمی بودی که میتونسته به شکل ماورای بنفش مسیر رو یا اجسام روبرو رو به واسطه این مشاهده بکنن و مشکلی پیش نیاد. در واقع دو کاپیتان میایستاده و به واسطه این با قسمت بالا صحبت میکرده. اینجا اگه شما نگاه کنید چند تا دونه فرمون هست در واقع که میدونست که کشتی تکون میخورده و کاپیتان جابجا میشده توی این مسیر، میتونسته به واسطه این دستگاه ها که تو همه جای کشتی هست کشتی رو کنترل بکنه. خب این که از اتاق هایی که استراحت میکردن و این ویوی بوده که اینها میداشتند استراحت میکردند و اینجا کمد موموداشون بوده و میز و دکس و این روشون. تا اینجا توربین های اتمی این کشتی رو میبینید که گفتیم دیگه این کشتی اتمی هست و توربین هایی که دارید میبینید سوخت لازم برای فعالیت این کشتی رو فراهم میکرده. خب یکی از این توربین ها رو میبینید که بازش میکردن و در معرض نمایش. They will start. It started? Yeah. Now? Now. Yeah. Now we're going. We're ready. وحید رو میبینید اومده کشتی لنین گاه صندوقشو بزنه. کارتا چیز داری آرمان شده یه خورده بازش کردم تا توانش И они абсолютно безопасны. Вес одной такой панели это 80 кг. Отсюда вели связь работы реактора и его ремонтом. Осуществляли связь. Контейнер говорит, что все происходит нормально. Просто окошко, не камера. Да, вот это не камера, это просто... Тогда было видно, можно было посмотреть, да. что происходит. Да, ну и сейчас там тоже вот видно, там макет установки находится. آنتون داری من کشتی Сделали это. We did it. Yeah. Yeah. Victory. Антон, Thank you. آقا وحیده داریم از کشتی لنین بالاخره میایم پایین. احمد چیکار داره میکنه؟
و دیگه خدمت عرض بکنم که کشتی دیدنی بود. حالا یه تجربه رو نداشتیم، مخصوصا وحید که هیچی متوجه نشد اصلا. خیلی خوب. یه چیز متوجه شدم، اینجا نتونستیم رو عرشه بریم، خیلی دوست داشتم بریم رو عرشه که اونجا هم چیزایی که اونجا هم هست رو نفهمیدم. آره اینجوری هست. این عرض و طول جغرافیایی یعنی اینکه شما از مدار قطب شمال عبور کردی، شمالگان عبور کردی و در واقع این سرتیفیکیت رو داری که داخل این مدار شدی. 68 58 22 3 شمالی 33 05 07 4 شرقی.